مدتی است کلاغی روی سرم لانه کرده. دیگر نمیتوانم روی تخت دراز بکشم و بروم زیر پتو. مجبورم تلویزیون روشن کنم و بنشینم روی مبل و همینطور نشسته چرت بزنم. تکان که میخورم با نوکش از لای سوراخ‌های لانه میزند توی سرم. میترسد لانه‌اش خراب شود. روزها که مشغول کار میشوم او هم بلند میشود و از کاسه روی میز گردو برمیدارد، بال میزند و تا نزدیک سقف میرود. از آن بالا پرتش میکند روی زمین تا پوستش را راحت تر باز کند و مغزش را بخورد. روی زمین خانه پر از پوست خرد شده گردو می شود و من شدم کارگر بیجیره و مواجب جناب کلاغ که گندکاری‌هایش را پاک کنم. از همه بدتر آن که نمیدانم صابون‌ها را چطور از دستش پنهان کنم. گرچه غیر از این لانه که روی سرم ساخته جای دیگری ندارد ببردشان و من هر بار تا چشمش را دور می‌بینم زود بر می‌دارم و می‌گذارم سر جایش. اما تکرارش دارد دیوانه‌ام می‌کند. انگار زندگیم شده جابجایی اشیاء مسروقه خودم از روی سرم. اگر بگذارم به حال خودش، وزن لانه که هیچ، تازه باید مدام اسباب کشی خرت و پرت‌های ریز و درشت خودم را هم بکنم. نمیدانم اگر جای من بودی چه کار میکردی. باز وقت بیرون رفتن خیلی بهتر است. یک شال میاندازم روی سرم و میروم دنبال کارم. او میداند من هم مثل خودش جایی برای رفتن ندارم. حالا باز کمی بهتر است. اولا اینطور نبود. همین جور بالای سرم میچرخید و شیرجه میزد به طرفم. نمیخواست بگذارد از در خانه بروم بیرون. مجبور شده بودم جاروی بلند برگروبی رو مدام دور سرم بچرخانم تا دست از سرم بردارد. دنبالم قار کنان آمده بود و تا وقتی از در مغازه محل بیایم بیرون کوچه را گذاشته بود روی سرش. اما رفته رفته وقتی فهمید برمیگردم دست از این قشقرق بازیش برداشت. حالا روی شاخه‌های درخت توی حیاط می نشیند یا کمی قار می کند تا من برگردم. بیرون که می روم آدم‌ها به کله پف کردم نگاه عجیبی می کنند. اما چندان مهم نیست. دیگر به این نگاه‌ها عادت کردم. راستش را بخواهی مهم این است که حداقل توی خیابان می توانم نفس راحتی بکشم. بیخ گوشم نیست که قار کند یا با نوکش بکوبد توی سرم. در واقع این تنها وقتی است که می توانم با خودم خلوت کنم. خب فکر می کنم هرچه زمان می گذرد بیشتر با اخلاق هم کنار می آییم. معمولاً با موقعیت‌های اجباری مجبوریم کنار بیاییم. من هم فعلاً چاره‌ای ندارم. می‌داند اگر زیاد سر به سرم بگذارد من هم به اندازه کافی می‌توانم جوری آزارش دهم که روزش را تلخ کنم. آنقدر هوش و ذکاوت دارد تا نگذارد کار به آن جایی که نباید برسد. به هر حال لانه‌اش روی سر من است و البته من هم درخت نیستم که بلایی سرم بیاورد صدایم در نیاید. با صدای جیغ زن همسایه روبرویی بلند شده. نمیدانم دور و بر تو هم از این خبرها هست یا نه. اگر قرار بود این آدم‌ها روی سر آدم خانه بسازند عجب اوضاع نکبتی میشد. او بال زنان میرود کنج سالن و یکی از گردوهایی را که ته گلدان پنهان کرده در میآورد. صدای زنگ خانه که بلند میشود دست و پایم را کمی گم میکنم. شالم را از روی مبل بر می‌دارم و به سمت در می‌روم. زن همسایه با نگاهی تلخ و خشونتبار سرم فریاد می‌زند و بد و بیراه می‌گوید. اول متوجه نمی‌شوم چه اتفاقی افتاده. اما لابلای فریادهایش می‌فهمم که او رفته و تمام تخم مرغ‌های توی بالکنش را شکسته و خورده. من هم با عذرخواهی و وعده خرید یک شانه تخم مرغ به عنوان خسارت آرامش می‌کنم. زن همسایه که با حرف‌هایم کمی نرم شده نصیحتم میکند و میگوید اصلاً خوبیت ندارد خانمی با شخصیت من کلاغ نگه دارد. من هم سر و ته قضیه را هم میآورم و وقتی در را میبندم با همان جاروی کذایی میافتم به جانش که تا حیاط دنبالم آمده و با آن صدای نخراشیده‌اش قار میکند. آخر این جانور استمه چه از جان من میخواهد؟ از بین این همه سر با مو و بی مو چرا کله من را انتخاب کرده؟
به هم زدن آسایش خودم یک طرف، حالا همسایه ها رو هم میخواد بیاندازد به جانم. حالا درست که من همیشه جک و جانورها رو دوست داشتم و بیخوابی های شبانه هم مرا نمی کشد، ولی انصاف نیست که از سازگاری من سوء استفاده شود. دلم آشوب می شود. سرم هم به شدت می خارد. با این بند و بساط روی سرم نمی توانم درست حسابی خودم رو تمیز کنم. دلم می خواهد بروم زیر دوش. بغض گلویم را می گیرد. انگار هرچه زمان می گذرد عرصه بر من تنگتر می شود. می فهمم که به خودم دروغ بزرگی گفتم. اینکه با او کنار آمدم. عادتها دروغ‌های خیلی گنده‌ای هستند برای اینکه خودمان را التیام دهیم. یعنی چطور می شود یک نفر در تنهایی خودش هم آسایش نداشته باشد؟ اصلا یادم نمی آید چطور شد که این مصیبت به سرم آمد. هرچه زمان می گذرد سنگینی این لانه حافظه ام را هم با خودش می دزدد. نمیدانم چرا عمرم را گذاشتم که با این وضعیت کنار بیایم. گردنم هم به شدت درد گرفته است. میدانی مسئله وزنش نیست. حالا شاید خیلی سنگین نباشد، اما وقتی مدام روی سرم است تمام عضلات پشت و گردنم را منقبض و خسته می کند. وای به آن وقتهایی که عصبانی هم می شوم. او هم که نشسته است گوشه سالن و دانه‌های روی زمین را نوک می زند. مثلا می خواهد دلجویی کند. می خواهد نشان دهد در تمیز کردن خانه دارد به من کمک می کند. می دانم همه‌اش از روی خودخواهی محض است. دلش که به حال من نسوخته. می ترسد سرش تلافی کنم. همیشه همینطور است. دیگر گول این کارهایش را نمی خورم. انگار همه اینها نقشه های شومی است که از من سواری بگیرد و امورات خودش رو بگذراند. کاش می شد مثل بچگی هایم تا بگویم کلاغ پر، این بختک از روی سرم پر بکشد و برود. می روم دوش را باز می کنم. بخار آب داغ بلند می شود و من حسرت آن را دارم که با سر بروم زیر دوش، اما نمی شود. می دانم این خرد جوب ها و آتشغال های لانه آب که می خورد چند برابر لذت زیر دوش رفتن را از دماغم در می آورد. تنم را می گیرم زیر آب گرم و خیال می کنم تمام و کمال رفتم زیر آن. او هم پشت در حمام قارقار می کند. حرامزاده می خواهد بفهماند که مراقب لانه‌اش باشم. خبر ندارد خودم بیشتر از اون مجبورم مراقب همه چیز باشم. حوله را دور تنم می پیچم و از در حمام بیرون می آیم. راهی موهام عرق کرده و می خارد. سر انگشت هام را از زیر لانه می برم و کف سرم را تا آنجا که جا دارد می خارانم. دلم برای تخت خوابم لک زده. نگاهش می کنم که مدتها بی استفاده آن گوشه کس کرده و من باید حسرت دراز کشیدن روی آن را بکشم. می روم گوشش می نشینم و سرم را تکیه می دهم به دیوار پشت تخت. چشمها را می بندم و غرق می شوم در خاطراتی که به نظر می رسد قرنها از آن گذشته. انگار اینها همه خاطرات من نیستند. فراموش کردم کدام خیال است و کدام خاطره. جوری در هم پیچیدند که شبیه این پارچه های پرنقش و نگار شده. دختر بچه‌ای که لای بوته‌ها دنبال آدم کوچولوهاست، یا دختری که هنوز صدایی به هم خوردن قابلمه‌های ناهارخوری مدرسه و همه بچه‌ها پرتش می‌کند توی سیاه چاله‌ای که پر از بوی غذاهای در هم آشفته است و حتی تو که نمی‌دانم خاطره‌ای یا خیال. دست می‌کشم روی تنم، روی رانها و شکم. دستهای خودم را می‌بوسم. چشمام را می‌بندم و بوی نزدیک تنت که با باز کردن دوباره چشمها دور می‌شود قلبم را از درد منقبض می‌کند. او دوباره می‌آید و توی لانه‌اش می‌نشیند. می‌خواهم سرم را بکوبم به دیوار. نمی‌گذارد حتی چند دقیقه هم با خودم تنها باشم. من هم از جا بلند می‌شوم و او توی لانه‌اش لق لق می‌خورد و عصبانی می‌شود. نمی‌دانم این وضع را چطور ادامه دهم. تا کی می‌توانم سنگینی این لانه را روی سرم تحمل کنم؟ تا کی می‌توانم خودم را کنج خانه بچپانم و روی مبل جلوی تلویزیون چرت بزنم یا شال بزرگی روی سرم بیاندازم که وقت بیرون رفتن کسی نفهمد آن زیر چه خبر است؟ حتما باید بگویم جای شکرش باقی است که با تولیدی پیرمردی کار می‌کنم که مانتوهای برش خورده را می‌دهد به من و چشمش آنقدر سو ندارد که برجستگی روی سرم
کنجکاویش را برانگیزد و من با چرخ خیاطیم در خانه بدوزمشان و بابت آنها دستمزد بگیرم. بله، خب با موقعیت من جور در می آید. چون اگر فرض کن قرار بود توی اداره‌ای یا بانکی چیزی کار کنم، حتما تا حالا 100 بار اخراج شده بودم یا به جرم حمل و نقل لانه روی سرم و اشاعه فضولات حیوانی به زندان می رفتم یا خوشبینانش به تیمارستانی منتقل می شدم. بله، باید بگویم جای شکرش باقی است. حساب روز و شب از دستم در رفته. چایی دم می کنم و لباسم را می پوشم. باید بنشینم و بقیه مانتوها را چرخ کنم. خستگی و درد پشتم روز به روز بیشتر می شود. از سر و گردنم پخش می شود روی شانه ها و پشت کمرم. نمیدانی چقدر کار کردن برایم سخت‌تر می شود. همین طوری هم چرخکاری آدم را خسته می کند، چه برسد به اینکه چیزی مدام روی سرت سنگینی کند. باید برایش پسمانده های غذا و چند دانه گردو بگذارم تا بتوانم کارم را تمام کنم. با اینها سرش گرم می شود و مدتی کاری به کارم ندارد. پدال چرخ را که میزنم پشتم میخورد. چند روزی است روی کتفم حساس شده. اول که متوجهش شدم به طرز مسخره‌ای دوست داشتم فکر کنم قرار است بال در بیاورم. با این فکرها سر خودم را گرم میکنم. وگرنه چیزی جز حساسیت پوستی نیست. این وضع نکبت بار جایی برای آن نمیگذارد که سرنوشتم با افسانه ها گره بخورد. سرصدقه‌ای بودنش به جای بال قارچی چیزی پشتم در میآورم. حتما وقتی بمیرم و لاشه‌ام را توی خانه پیدا کنند، میبینند همین همنشین اجباری نصف تنم را متلاشی کرده و آدم‌ها بیخ گوش هم پچ پچ میکنند که زنک از تنهایی خل شده و عمرش را سر این کلاغ بی چشم و رو گذاشته. کسی نمیداند چطور بی خبر هوار سرم شد. راستش خودم هم درست نفهمیدم، چه برسد به بقیه. بعد از مدتی هم همه چیز تمام می شود و می رود پی کارش. شاید فقط توی ذهنها بماند که زن مرموزی مثل کلاغ‌ها زندگی کرد و مثل کلاغ‌ها هم از دنیا رفت. بیان که چیزی از من بدانند. نه، نمیدانند. ای کاش حداقل تو بودی. تویی که بارها جزئیات خطوط صورت و نگاهت را مرور کردم و فکر میکنم جایی حتما نشسته ای توی خانه‌ات و از ترس آنکه کسی بفهمد روی سرت چه خبر است، یک کلاه کپی میگذاری روی سرت و سعی میکنی از جاهایی رد شوی که به چشم نیایی. سازت را روی دوشت میاندازی و میروی به چند نفر ساز زدن یاد میدهی. تو هم اموراتت را اینطور میگذرانی. شاید اوضاع تو بدتر از من نباشد، اما گرفتاری های خودش رو دارد. درست است که لانه‌ای به این بزرگی روی سرت نیست، اما مجبوری مدام برای موریانه های روی سرت خورده چوب بگذاری تا پوست سرت را نجوند. حتی آب هم به تنت نمیتوانی بزنی چون به تمام جانت هجوم میبرند. ولی به جایش میتوانی روی تخت دراز بکشی و بخوابی. تو رؤیای آب میبینی و من مدام حسرت خواب دارم. میبینی؟ اوضاع ناخوشایندی است. تو میتوانی من را به خواب ببینی که میآیم و آهسته میبرمت توی چشمه و تنت را میشویم. دستهام را روی تنت میکشم و تو از فرط لذت مهربانی دستهام آه میکشی. لبخند روی صورتت مینشیند و تمامی حواس سرکوب شده ات با حرکت سرانگشت ها و گرمی آب بیدار میشود. اما من فقط میتوانم خیال کنم، آن هم نصف و نیمه، چون اولابلای همه خیالاتم میپیچد و قارقار میکند. حتی نمیگذارد یک دل سیر رؤیایی را تا انتها بروم. نمیدانم توی چرت خیال میکنم یا توی خیال چرت میزنم. از بس که توی هر دوتاش هم او هست و هم این درد گردن و پشتم. نمیدانی چقدر وقتها که میگذرد ریز ریز این درد زیادتر میشود. تا گردنم را خم میکنم که خستگیش را کمتر کنم، میآید و مینشیند توی لانه‌اش. اینجور وقتا توی دلم به زمین و زمان فحش میدهم. میترسم صدام را کسی بشنود. نمیدانم از کی اینقدر ترسو شدم. پشتم را به صندلی تکیه میدهم. ایستاده نمیتوانم بارش را تحمل کنم.
باید صبر کنم بلند شود تا بتوانم راه بروم. خیلی دلم میخواد بدانم تو با موریانه ها چه کار میکنی؟ چطور با اوضاعت کنار میایی؟ هر وقت تا مغازه پیرمرد میروم یا برای خرید از خانه بیرون میزنم همه را زیر نظر میگیرم. نمیدانم کجا باید دنبالت بگردم. میدانم هستی اما نمیدانم کجا. باور ندارم فقط خیال باشی. میخواهم مطمئن باشم روزگار دوری تو را دیدم. شاید بی کلاه. امروز 3 تا مانتو را تمام کردم و او هم گردوها را شکسته و پوستهای آن را پخش زمین کرده. قارقار می کند و صدای شکستن چیزی بلند می شود. از جا بلند می شوم و می روم ببینم چه دسته گلی به آب داده. می دانم دیگر نمی توانم رشته افکارم را به هم بدوزم. آدم خیاطی بلد باشد و نتواند از پس دوختن افکارش بر بیاید. گلدان قدیمی یادگاری مادر بزرگ را انداخته و شکسته. از مادر بزرگ چیزی جز چند قصه و همین گلدان برایم نمانده. باز خوب است که قصه ها شکستنی نیستند. آنها را هم نداشتم می توانستم بگویم از زیر بته در آمدم. این بالهای سیاه و پت و پهنش مناسب این خانه کوچک قدیمی نیست. اما او که بد به دلش راه نمی دهد. گرفتاریش مال من است. می خواهم تکه‌های شکسته را جمع کنم که با نوکش می کوبد توی سرم. ستون فقراتم تیر می کشد. حرامزاده می ترسد خم که می شوم لانه‌اش خراب شود. تمام زورم را جمع می کنم و با جارو دستی توی خانه می زنم به سر و بارش که دست از سرم بردارد. همین هم جواب می دهد چون سقف آنقدر بلند نیست. جاروی برگ روبی را گذاشتم برای بیرون، این یکی را هم توی خانه استفاده می کنم. خانه 2 طبقه با حیاط و یک باغچه کوچک و چند تا درخت کاج سوزنی و سهم طبقه خودم که ناخواسته با او شریک شدم. قارقار می کند و می رود گوشه یک گلدان کنج دیوار می نشیند و زل می زند به من. یک لحظه دست می برم توی لانه. دوباره صابون دستشویی را چپاندان تو. باید زودتر حدس می زدم چه غلطی کرده. قارقارش بلند می شود که دست به آن نزنم. من هم که حسابی لجم گرفته این بار صابون را در می آورم و با تمام زورم پرت می کنم به سمتش. خانه را می گذارد روی سرش. صابون را بر می دارد و به سمتم شیرجه می رود. من هم می روم توی حمام و در را از پشت می بندم. تا ابد که نمی توانم اینجا بمانم و صدای نخراشیده‌اش را تحمل کنم. حالا گیرم من تحمل کنم. همسایه ها دادشان در می آید. اما می توانم چند دقیقه حرصش را در بیارم و در می آورم. صدای همسایه بالایی هم در می آید و با چیز سنگینی می کوبد به کف خانه‌اش. یعنی که باید هرچه سریعتر صدایش را ببرم. از خشم چنگ می زنم توی سرم و انگشتم را یکی از شاخه‌ها سوراخ می کند. خون می زند بیرون. درد معنی ندارد وقتی خشم می خواهد قلبت را سوراخ کند. باز همین خشم به تو نیرو می دهد. انگار تتمه قوایت را یک جا جمع می کند. می دانم تو هم همین حال می شوی وقتی خارش سر دیوانه‌ات می کند و وقتی به جان پوست سرت می افتی تمام براده های چوب زیر پوست انگشتات فرو می رود. خشمت که فرو می ریزد جای زخم ها چرک می کند. اما همین ها را هم برای خودت سرگرمی می کنی. چون تو را از چرخه تکراری و کسالت بار روزها در می آورد. وقتی هم می خوابی خواب من را می بینی که سرانگشتات را پاک می کنم. آهسته خرد چوب ها را با موچین در می آورم. کمی الکل می زنم تا زودتر خوب شود و درد که آرام می گیرد لبهایم را می گذارم روی انگشت ها و نرم نرم می بوسمشان. وقتی خوابی کنج لبت یک پرانتز کوچک ظاهر می شود. دلم می خواهد دست بکشم روی آن. یک جوری که قلقلکت بیاید و بعد یواش ببوسمش. خیلی یواش که بیدارت نکنم. مگر می شود تو نباشی؟ در حمام را باز کرده اما او خونسرد و بیخیال بال می زند و صابون را جا می دهد توی لانه‌اش. می دانم باید صبر کنم تا وقتی حواسش پرت می شود آن را بگذارم سر جایش. هر بار شکست می خورم.
این شکست است وقتی نشود آنطور که میخواهم جریان را پیش ببرم. درست است که صابون و اشیاء دیگری را که برمی‌دارد در فرصت مناسب سر جایش میگذارم. اما به یک شیوه اجباری. این فرصت مناسب را میخوام تکه تکه کنم. اینها را میگویم که خشمگین شوم و بتوانم قوایم را جمع کنم. این یک موقعیت ناخواسته است که هی تکرار می شود. اینها همه از شکست است و من خودم را با این روش‌های به ظاهر پیروزمندانه گول می زنم. من که خیاط نیستم اما خیاطی می کنم. خب این شکست است. باز تو نوازنده ای. درست است که نمی توانی برای دلت بزنی چون این موریانه ها نمی گذارند. اما همین که ساز می گیری دستت خودش کلی ارزش دارد. همین همسایه بالایی من فکر می کند چون کلاغ و موریانه توی سر و کله‌اش نیست کلی آدم مهم و متشخصی است. هیچ خبر ندارد وقتی می رود سر کار و با فخر و قبقب باد کرده که شبیه بوقلمون می شود سوار ماشین نو و تر و تمیزش می شود و پشت چشم برای همسایه ها نازک می کند. زنش بعد از رفتن او پسر صاحب بقالی سر کوچه را می آورد و می کشد روی خودش. صدای آهنالشان را من باید بشنوم که تا مدت‌ها هم لای شاخ و برگ لانه این کلاغ گیر می کند. بقیه همسایه هم که کور نیستند. آن وقت ببین با این همه قیافه که به خودش می گیرد چطور همه به ریشش می خندند. اگر تا حالا دوام آورده‌ام به خاطر همین چیزهاست که می بینم. با همه این شکست‌ها باز فکر می کنم اوضاع من و تو چندان هم فاجعه نیست. همین کله پف کرده زیر شال رو ترجیح میدم. فوقش این است که به نظرشان مسخره میآیم و کج سلیقه‌ام. یا تو که همه ریز ریز پشت سرت میخندند و میگویند حتما شبها هم با همین کلاه کپ مسخره میخوابد. بگذار بخندند. من که به تو نمیخندم. اما خیلی دلم میخواهد با هم بخندیم. مدت هاست از ته دل نخندیدم. دیشب یک مشت تخمه ریختم توی کاسه و نشستم جلوی تلویزیون فیلم تماشا کردم. حواسم که به فیلم می رود دردم را کمی فراموش می کنم. ولی تخمه را زهرمارم کرد. مجبور شدم کاسه را درسته بگذارم جلوش و بی تخمه فیلم را تماشا کنم. نفرینش کردم و گفتم امیدوارم بچه دار شود تا با آن نوک مسخره‌اش نتواند یک گوه سیر بخورد و بفهمد من چی می کشم. اگر بودی و برای تعریف می‌کردم حتما دوتایی کلی می‌خندیدیم. اما تنهایی اصلا خنده‌دار نمی‌شود. شاید اگر مجبور نبودیم خودمان را پنهان کنیم اینطور اوضاع در هم نمی‌پیچید. اینجوری که خودمان را قایم می‌کنیم سخت می‌شود هم را پیدا کنیم. اگر با عدد و رقم حساب کنی که سرسام‌آور می‌شود از بس که آدم زیاد است. اگر هم روی مسافت و فاصله حساب کنی که هولناکتر هم می‌شود. نه نمیخواهم به این چیزها فکر کنم. پاک ناامید میشوم. حتما یک اتفاقی میافتد. یعنی باید بیفتد. مطمئنم که غیر از من که روی سرم لانه دارم و تو که سرت موریانه دارد حتما خیلی های دیگر هم خیلی چیزهای دیگر توی سرشان دارند که پنهان میکنند. حتی همین آقای همسایه بالایی یا خانم همسایه روبرویی که جیغ‌های بنفشش یک خط در میان توی کوچه میپیچد. با این حساب هیچ کس رو پیدا نمی کند. روی کتفم خیلی میخارد. هرچه پماد میزنم فایده نمی کند. توی آینه که نگاه کردم دیدم لکه قهوه‌ای پررنگتر شده. روز به روز راه رفتن برایم سخت‌تر می شود. انگار هی وزنه به من آویزان می کنند. خیلی خسته. فکری به کلم زده اما دلم نمیخواهد لای این خستگی تلف شود. آدم وقتی خیلی راجع به چیزی که توی کلش دارد حرف میزند انجامش نمیدهد. نمیخواهم زنده اینجا بپوسم. فعلا باید بروم مانتوها را تحویل پیرمرد بدهم. او هم میآید و یک رق میاندازد روی شانه چپم. اینجوری زهرش را به من میریزد. من هم ندید میگیرم و برای اینکه لجش را در بیاورم حتی یک لحظه هم بر نمیگردم رد کثافتکاریش را روی شانه‌ام نگاه کنم. میدانم وقتی محلش نمیگذارم چقدر عصبانی میشود. نای راه رفتن ندارم اما هنوز توی خیابان آدمها را نگاه میکنم. دنبال مردی میگردم با کلاه کپ. از آن مشکی ها که لبش کوتاه است و یک دگمه هم وسطش کاشته‌اند.
پشمی هم باشد، نه پارچه‌ای و رنگی. رنگی‌هاش جلف می شود. تازه به قیافه یک نوازنده محترم هم نمی خورد. ولی اصلاً خبری نیست. کسی از این کلاه‌ها نمی گذارد. همه یا کلاه بافتنی دارند یا اصلاً کلاه ندارند، یا شال پشمی پیچیدن دور صورتشان، کیف دستشان است یا روی کولشان. کسی نیست که سازی روی دوشش باشد. پیرمرد سانتیمتر دور گردنش انداخته و سرش را روی الگوها خم کرده. حتما طرحهای جدید را می‌خواهد برش بزند. کیسه دوخته ها را تحویلش می‌دهم. درشان می‌آورد و نگاهشان می‌کند. کشو جلوی پیشخانش را باز می‌کند و دستمزدم را می‌دهد. یک کیسه جدید از لباس‌های برش خورده را هم برایم می‌گذارد. مثل همیشه نگاه هم نمی‌کند. شاید اگر کیسه را می‌گذاشتم روی سرم، مجبور می‌شد یک نگاهی هم به من بیاندازد. پول را می‌گذارم توی کیف و از مغازه‌اش بیرون می‌آیم. از ترس دیدن کلاغ‌ها دلم نمی‌خواد حتی با آسمان بالای سرم نگاه کنم. نفس عمیقی می‌کشم. باز باید برگردم. کاش می‌شد بر نگردم. چرا همیشه باید برگردیم همون جایی که بودیم؟ همه این درد و خستگی هیچ، بیزاری هم دارد به آن اضافه می‌شود. هیچ می‌دانی من همیشه دلم می‌خواسته آواز بخوانم؟ برای خودم توی خانه می‌خوانم و گاهی هم ترانه‌ای می‌نویسم، اما هیچ وقت ندادم به کسی بخواند. خیلی دلم می‌خواد ترانه‌هام را بخوانی. می‌دانم با همین کلاغ مزاحم و موریانه‌های تو هم می‌توانیم با هم کار کنیم. دوست دارم ترانه‌ای بنویسم و تو روی آهنگ‌هاش کار کنی. رسیدم سر کوچه و او غارغار می‌کند. می‌دانم می‌خواد بنشیند توی لانه‌اش و لایه بال و پرش را تمیز کند. کلید را می‌چرخانم. تا میرسم خانه و شالم را در می‌آورم، او هم دنبالم می‌آید و می‌نشیند توی لانه‌اش. چند پر کوچک اضافی را از آن در می‌آورد و می‌ریزد زمین. پرها را جمع می‌کنم. چند وقت است کلاً همه پرهای ریز و نرم را جمع می‌کنم. به سختی، چون نمی‌توانم دلا شوم. باید زانوهام را خم کنم و آهسته بروم پایین تا دستم به آنها برسد. می‌خواهم یک بالش پر درست کنم. می‌دانم خودم نمی‌توانم سرم را روی بالش بگذارم، اما درست کردنش که جای کسی را تنگ نمی‌کند. تازه فکر می‌کنم اگر یک روز پیدات کنم، می‌گذارمش برای تو که سرت را بگذاری روی آن و بخوابی. اینطوری می‌توانم خوابیدنت را تماشا کنم. تماشای خوابیدن یک نفر روی بالش پر هم به اندازه خودش می‌تواند شیرین و لذت بخش باشد. شاید تو هم خوابیدن من را ببینی و برایم تعریف کنی. امروز هوا آفتابی است. یک گربه آمده نشسته روی دیوار حیاط و پنجه‌هاش را لیست می‌زند. از لای پرده سالن تماشا می‌کنم. این گربه‌ها خیلی هوای خودشان را دارند. جناب کلاغ که چشمش به او می‌افتد غارغار می‌کند. از توی لانه بلند می‌شود و از لای پنجره می‌رود بیرون. 2-3 باری دیدم که به گربه‌های محل گیر می‌دهد. خیلی خوشحال می‌شوم وقتی سر و کله‌شان اینجا پیدا می‌شود. سراغ آنها که می‌رود من هم کمی سرم سبک می‌شود. گربه تا چشمش به او می‌افتد براق می‌شود. فیفی می‌کند و از جا بلند می‌شود و یک جوری قوز می‌کند که یعنی بترساندش. کلاغ سمج است و گربه هم به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آید. اما بالاخره دمش را می‌گذارد روی کولش و می‌رود یک دیوار دیگر برای خودش پیدا می‌کند. گاهی فکر می‌کنم بی خانمان بودن این مزایا را هم دارد. می‌شود بخچه‌ات را جمع کنی و بروی زیر سایه یک دیوار دیگر بخوابی. وقتی یک جا ساکن می‌شوی، همین موجودات سمج می‌توانند روی فرق سرت پادشاهی کنند. خارش پشت و درد کمر امانم را بریده. شاید همش مال این است که نمی‌خواهم روی سر کسی یا چیزی خراب شوم. انگار هر کی زودتر سواری بگیرد برنده است. زن همسایه بالایی روی سر شوهرش خراب شده. نان مردک را می‌خورد و لنگش را برای پسر بقال باز می‌کند. پریشش هم حتما می‌خندد. یا همین زن جیغ جیغوی همسایه روبرویی. شوهرش که مرد، لاشه شوهرش روی سرش خراب شد. مجبور است بدهی‌های مرد مرده را بدهد. این که هیچ، بچه‌هاش را هم نان بدهد.
حالا اگر او زودتر لاشش را انداخته بود روی سر آن یکی، مردک باید جور اینها را میکشید. من هم جای او بودم لابد هر روز جیغ بنفش میکشیدم. گرچه هرچی فریاد بزند این لاشه از روی دوشش برداشته نمی شود. اما شاید دلش را کمی خنک کند. من نمیدانم دلم را با چی خنک کنم. اهل جیغ کشیدن که نیستم. لعنتی میدانسته بساطش را روی سر چه کسی خراب کند. اصلا معلوم نیست خودش چه مرگش است که تنهایی آمده روی سر کله من. این کلاغ‌ها همیشه چند تا با هم میپلکند. واقعا سر از کار هیچ کس و هیچ چیز نمی شود درآورد. از وقتی یادم میآید مدام در حال حل کردن معما بودم. هیچ کدامش هم انگار جواب درست درمانی ندارد. به کی باید گفت من یکی از پیدا کردن جواب معماهای بی جواب خسته شدم؟ انگار آمده روی سرم تا هر روز به من دهنکجی کند. تا نیامده کمی سرم را خم می کنم که خستگی گردنم را در کنم. 2-3 تا پر کوچک از توی لانه می افتد بیرون. نمیدانم این پرهای سفید کوچک را از کجا می آورد. خودش که پرهای سیاه و خاکستری دارد. هنوز کمی پر لازم دارم تا این بالش را تمام کنم. از پیرمرد خیاط پارچه متقال سفید گرفتم. میخوام زودتر تمامش کنم. یک جوری دلم را خوش کردم که وقتی درست شود تو را پیدا میکنم. فکر این که با خیال راحت بتوانید جلو من کلاهت را برداری و بی هیچ خجالت و شرمی از موریانه ها سرت را بگذاری روی آن و من سرت را نوازش کنم، دلم قنچ میزند. همین خیال های نصف نیمه سر پا نگه هم می‌دارد. شاید نیمخیز شوی که من خیلی خم نشوم و بتوانم گوشه لبت را ببوسم. تو هم می‌دانی اگر خیلی خم شوم سر و صدای کلاغ بلند می‌شود و نمی‌گذارد نرمی لبم را پیش خودت نگه داری. حتی فکرش هم تنم را می‌سوزاند. باور کن همین که روی سر هم خراب نمی‌شویم یک دنیا می‌ارزد. آن وقت اگر دنیا هم روی سرمان خراب شود تازه با زندگی بی حساب می‌شویم. می‌دانم به من می‌گویی واقع بین باش. ولی خیال کردن اتفاقها خیلی قدرتمند است. مثل عصاره میوه‌ها و گل‌ها. برای اینکه عطرها روی تنت بمانند هزاران گل و گیاه قربانی می‌شوند. اگر همین خیال پردازی‌ها را هم نکنم چطور بقیه راه را بروم؟ آمده دم در اتاق و با آن نگاه تیز و فضولش به من زل زده. به او میگویم چی خیال کرده که آمده سراغ من؟ او هم با حرکتی شبیه پنگوئن‌ها این پا و آن پا می‌کند و به در اتاق نوک می‌زند. نمیدونم همه ما اینطوریم؟ وقتی به همان توجه می‌کنند رفتاری مثل دلقک‌ها می‌کنیم. شاید می‌خواهیم توجه دیگران را روی خودمان نگه داریم. مثلا همین پیرمرد خیاط. هر وقت میروم سراغش از بس حواسش نیست همش دلم میخواد یک ادایی چیزی در بیاورم که حداقل یک نگاهی به من بیاندازد. در عین اینکه خیالم راحت است که او تنها کسی است که مجبور نیستم خودم را پنهان کنم، اما از اینکه ندیدم میگیرد یک جوری لجم هم میگیرد. باید فکرم را عملی کنم. یک جورهایی مرا میترساند. برای همین پشت گوش میاندازمش. میدانی هر وقتم فکرش را میکنم جناب کلاغ بیشتر توی خانه ریغ میزند. خیلی عجیب است. تا قصد میکنم چیزی را عوض کنم همه چیز علیه من میشود و به عقب هلم میدهد. نمیدانم برای بقیه هم همینطور است یا نه. زمینشور را بر میدارم و همینطور که زمین را پاک میکنم صدای گریه زن همسایه بالایی بلند میشود. نمیدانم چه مرگش است. اما بالاخره هر کسی یک روز چیزی روی سرش خراب می شود. باید یکی از این گردنبندهای طبی بگیرم. شاید فشار و سنگینی روی گردنم را کم کند. امروز کار بالش را هم تمام می کنم. پر به اندازه کافی دارم. دوست ندارم اما و اگر بیاورم. ولی اگر پیدات نکنم یک ویترین شیشه‌ای درست می کنم و می گذارمش توی آن. خودم که نمی توانم سرم را رویش بگذارم. همینطور بیرون هم باشد او می آید و خرابش می کند. دلم می خواهد هر روز نگاهش کنم و خیال خوابیدنت روی آن را تکرار کنم. خیال خوب مثل آهنگ خوب است. هرچه تکرارش می کنی بیشتر دوستش داری.
پس چرا آدم‌ها برای هم تکراری می‌شوند؟ از بقالی سر کوچه که ماست و تخمه می‌خرم، میگوید پسرش قرار است داماد شود. با یک لبخند سرخوشانه‌ای هم سبیلش را تاب می‌دهد، انگار قرار است خودش داماد شود. من هم باید بگویم به سلامتی به پای هم پیر شوند. توی کوچه باد به صورتم می‌زند. به هر حال من و تو هم به پای هم داریم پیر می‌شویم. اصلا همه داریم به پای هم پیر می‌شویم. چه بخواهیم و چه نخواهیم فرقی نمی‌کند. خیلی زور دارد، می‌بینی؟ همه چیز زوری است. دلم می‌خواد حداقل به پای چیزهایی که دوست دارم پیر شوم. اینکه نتوانم آنطور که دلم می‌خواهد پیر شوم عصبانیم می‌کند. می‌خوام سرم را بکوبم به دیوار، اما به جاش سطل ماست را پرت می‌کنم. تمامی سفیدیش پخش می‌شود روی خاکستری آسفالت کوچه. شاید اگر من هم می‌توانستم سر این و آن خراب شوم، سطل ماستم را اینطور پرت نمی‌کردم وسط کوچه. پسرک زن همسایه‌ای روبروی هاج و واج نگاهم می‌کند. موشک کاغذیش را از پنجره پرت کرده است پایین. کار هر روزش است. کوچه را موشک باران می‌کند. هرچند مادرش جیغ و فریاد می‌کند، باز او کار خودش را می‌کند. به این می‌گویند دوست داشتن. کاش از دوست داشتنش دست بر ندارد. هرچند امیدی ندارم بتواند. من هم همیشه کوچه را پر از فرشته‌های کاغذی بالدار می‌کردم. اما حالا نشسته است روی درخت کاج توی حیاط و طلبکارانه نگاهم می‌کند. انگار زغال داغ به جانم انداختند. کیسه تخمه را پرت می‌کنم توی باغچه. همانجا وسط حیاط شال را از روی سرم بر می‌دارم. اصلاً به درک که ببینند روی سرم چه خبر است. او هم قارقار می‌کند و میآید می‌نشیند روی سرم. یعنی حاضر است از تخمه‌ها بگذرد، اما بیاید مرا آزار دهد. دوست دارد آزارم دهد. حالا خوب می‌فهمم. باور کن کاری می‌کنم با همین بالهاش هم دیگر دستش به من نرسد. سر کسی هم خراب نمی‌شوم. فقط دوست دارم جوری که دلم می‌خواهد پیر شوم. به پای تو یا به پای خیال تو. دیگر فرقی نمی‌کند. سازت را کوک کن. بیشتر ترانه را حفظم. آنقدر می‌خوانمشان تا بشنوی. فقط باید لباس‌ها را تحویل پیرمرد بدهم. نه دلم می‌خواد بدقولی کنم و نه کاری را نیمه تمام بگذارم. نیمه کارها آدم را به عقب برمیگردانند. دیگر نمی‌خواهم برگردم. بالش سفید را هم تمام کردم. اصلاً می‌خواهم خودم هم سرم را روی بالش بگذارم. دوست دارم گرمی نفس‌هات که از تار و پود پارچه رد می‌شود و پرها را گرم می‌کند بو کنم. حتی اگر پیدات هم نشود، سر خودم را می‌گذارم روی بالش. هر جا که شد. حتی زیر سایه یکی از همین دیوارها. صدای شیون مرد همسایه بالایی میآید. کلید را که توی در خانه میاندازم از پله ها پایین آمده. از صبح تا الان 10 سال پیر شده. دستهاش خونی است. کلاغ از روی سرم بلند می شود و بالای سرمان می چرخد و خصمانه غارغار می کند. مرد بیچاره آنطور که دلش می خواست پیر نشد. کاری از دست من بر نمی آید. سرش را می اندازد پایین و مثل خوابگردها می رود توی حیاط. کاری به من و لانه روی سرم و کلاغ بالای سرمان ندارد. کلاغ خانه را گند زده. پر از پوست و آتشغال شده. بیشتر به ویرانه شبیه است تا خانه. نه دیگر دست به هیچ چیز نمیزنم. بگذار هر کار دلش میخواهد بکند. این خانه نکبت مال خودش. دیگر به این خفت تن نمیدهم. تنم خارش گرفته. چنگ میزنم به پشتم. توی مشتم پر از پر سفید میشود. هرچی میخواهد بشود. من دیگر چیزی نمیگویم. میگذارم با آن منقار تیز و بد ترکیب هرچی دلش میخواهد حرف بزند. باور نمی کنم برود. هرس برم داشته. همینطور دور سرش میچرخم. محلم نمیگذارد. شال را پرت میکند روی مبل. خانه را پر از پوست گردو کردم ولی جاروشا نمی کند. همه جا را گند زدم اما عجیب است هیچ اهمیتی نمی دهد. منتظر بودم با جارویش بیفتد دنبالم. هر کاری میکنم با من حرف بزند فایده ندارد. انگار اصلا وجود خارجی ندارم.
پرهای سفید کوچک از روی شانه‌هاش زمین می‌ریزد. می‌رود توی اتاق و کشوی میزش را باز می‌کند. توی آینه به خودش نگاه می‌کند. حالا 2 شده. یکی آن روبرو و این یکی که پشتش به من است. یک سری آویز و گوشواره از توی جعبه در می‌آورد و آنها را لابلای لانه می‌آویزد. درست مثل تاجی از جواهر. موهای بلندش را شانه می‌کند. تا همین امروز رو نکرده بود از این چیزها دارد. نمی‌توانم چشم از آنها بردارم. برقشان بیچاره‌ام می‌کند. خودش با دستای خودش آنها رو گذاشته توی لانه. خیلی دلم می‌خواست آنها رو خودم کش بروم و توی لانه بچپانم. اصلاً مزه‌اش به همین است. اما غافلگیرم کرده با این کارش. لباس سیاه و بلندی تنش می‌کند، اما پرهای سفید کوچک روی آن سیاهی می‌چسبد. مدام دور سرش میچرخم و پرسه میزنم. بیقرارم میکند. هرچه آشفته تر میشوم او آرامتر میشود. با صدای بلند میگوید سازت را کوک کن. نمیتوانم روی سرش خراب شوم. حتی سایه ام را هم نمیتوانم روی سرش بیاندازم. با من حرف نمیزند. چطور میتواند اینطور مرا ندیده بگیرد؟ ای کاش میدانست ترانه‌هاش را زیر سایه من سروده. شاید نمیداند خیال پردازی‌هاش را من بالا پر دادم. همین پرهای سفید را از من دارد. حتما به خاطر نمی آورد چطور شد که سراغش آمدم. فراموش کرده است وقتی رانده می شویم چاره‌ای جز انزوا نداریم. هیچ وقت هم لانه هامان را با خودمان حمل نمی کنیم. وقتی وقت رفتن برسد می رویم. می رود. به این جایش فکر نکرده بودم. او هم می رود. می تواند برود. از خانه که می زند بیرون تا یک جایی بی خبر دنبالش می کنم. این خاصیت من است. هیچ وقت نمی توانم دست از فضولی کردن بردارم. پسرک زن همسایه روبرو از گوشه پنجره به او خیره شده. مادرش را صدا می کند و او را با انگشت اشاره نشان می دهد. مادر دستاش را با پیشبندش خشک می کند. از پنجره کمی خم می شود. طره موهای بلندش سر می خورد پایین. همینطور با نگاه او را تا سر کوچه که محو شود دنبال می کند. لبخندی گوشه لبش می نشیند. باز خوب است امروز صدای جیغش بلند نشده. شاید فکری به کله‌اش زده. وقتی برمیگردد داخل، پسرک موشک کاغذیش را به سمت آسمان نشانه میگیرد و پرتش میکند. مرد همسایه بالایی گوشه باغچه حیاط نشسته و سرش را میان دستهای خون‌آلودش گرفته است و شانه‌هاش ریز ریز میلرزد. بقال و پسرش و همه مشتری‌ها یکی یکی میآیند توی کوچه. او آخرین ترانه‌اش را با صدایی غریب میخواند. هیچ وقت صدایش رو اینطور بلند نشنیده بودم. گاهی زمزمه میکرد، اما نه اینقدر بلند. نگاهش به جای دور و نامعلومی خیره شده. آدم‌ها بی اختیار دنبالش میروند. بعضی‌ها میخندند، یک سری اشک میریزند، عده‌ای مبهوت ماندند. یک عده هم در گوشه هم پش پش میکنند. سر از کار این آدم‌ها نمیشود درآورد. افسر پلیس با بیسیم پیامی به مرکز مخابره میکند. جمعیت همینطور اضافه میشود. تا مغازه پیرمرد خیاط میرود. از همین جا میبینم که کیسه لباسهای دوخته را روی پیشخوانش میگذارد. پیرمرد سرش را بلند میکند و خیره نگاهش میکند. نمیدانم محو لانه من است یا شکل و شمایل او. چشماش از پشت عینک برق میزند. مثل همان تیله‌ای که یک بار از بچه‌های کوچه بالایی دزدیدم. او چیزی به پیرمرد میگوید و از مغازه‌اش بیرون میآید. باد شدیدی میوزد. از آن بادها که کلی خاک و برگ‌ها را از روی هوا بلند می‌کند. در آسمان لکه سیاهی به هوا بلند شده. کمی جلوتر می‌افتد جلوی پایش. خم می‌شود و برش می‌دارد. یک کلاه کپی سیاه که یک دکمه هم وسطش است. به آسمان نگاه می‌کند و می‌خندد. گرد و خاک کلاه را می‌تکاند و راه می‌افتد. می‌دانم که دیگر بر نمی‌گردد. من هم باید بروم. راستش را بخواهی خودم هم اهل این نیستم که یک جا بند شوم. بالاتر میروم.
آن دورها مردی پشت چراغ قرمز ایستاده است. ساز انداخته روی کولش. چراغ که سبز می شود آهسته به سمت دیگر می رود. صدایی از دور می شنود انگار. گوشهاش را تیز می کند. معلوم است می خواهد بفهمد از کدام سمت می آید. سازش را از قاب در می آورد و می نوازد. چند نفر دورش جمع می شوند. بعضی ها پیش پایش پول می اندازند. شباهتی به نوازنده های دورگرد ندارد. واقعا خنده‌دار است. قار. قبل از آنکه هوا تاریک شود باید جایی برای خودم پیدا کنم. قار. دلم برایش تنگ می شود. شاید به خاطر شباهت دوری است که به هم داریم. هر دو دل من می خواهد آنطور که دوست داریم پیر شویم. باید بروم. دیر می شود.